چقدر مردم علما باید بفهمه. جنازهش عالم میخواند، فتوایش عالم میداد. چرا؟ یکیش حق دیگهش ناحق. چطور میگی؟ هر دویش چی مطلب داشت؟ صلاح را برای چی برداشته بود؟ یکی دیگه کشتن یا کافر کشتن؟ کدامش؟ عجیب است که امروز کل چیز خلق شده. او مردمایی که جنایت کرده امروز شهید برش گفته میشه. او کسایی که واقعا شهید شده کس نامش هم یاد نداره که کی است. امروز اونطور حالت است. ما باید بدانیم الله متعال نفس تعرض برای نفس الله حرام کرده تا که دلیل شرعی برای قتلش موجود نباشه. از همون خاطر یک کسی برام زنگ زده بود، گفت اینجا یک زن است سخت بدکار است. من گفتم نه، حقی قتل نداری، الله برات اجازه نداده. جنایت میکنه، ما و تو میبینیم با چشم سر. الله برات اجازه نداده. چرا نداده؟ به خاطری که اگر می کار بکنی سبا خواد که زنی تم کشتی، دیگرم کشتی، دیگرم کشتی، آسان بهانه میکنی چیست؟ کاری غلط کرده. در شریعت اسلامی چرا در زنا 4 شاهد باید تیر شود؟ بعد از سنگسار میشه تا کی طور نشوه، یا خود اعتراف کنه یا 4 شاهد تیر شود. موقع را برای بهانه جویا الله متعال باز نکرده، بسته کرده. میاد بخیر در سوره نور باز اونجا موضوع میاد. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. نزدیک نشوی به مال یتیم مگر به او طریقه که احسن، خیلی درست و خیلی خوب است از نگاه شرع. کدام طریقه که سبب حفاظت مال یتیم میشه، سبب زیادت مال یتیم میشه، سبب افزایش مال یتیم میشه، مال یتیم ضایع نمیشه، امو طریقه را اختیار کردن. تا چی وقته؟ حتی یبلغ اشده، تا که برسه به مو رشد خود، اشده قوت خود، که او حالی توانایی داره که حفاظت مال خود بکنه، مال خود در کار پرته. و اوفو بالعهد، وفا کنی به تعهداتتان. کدام پیمان که امرای کسی بستی او را پوره کنی. ان العهد کان مسئولا، یقینا پیمان از در موردش سوال کرده میشه از شخصش. کسی که پیمان بسته در صورتی که این را عملی نکنه در آخر نرسانه در موردش سوال کرده میشه. در مال یتیم نزدیک نشوی. نمیگه که نخوری، حتی نزدیک نشوی. نزدیک شدن در مال یتیم یقینا سبب به این میشه که از پیش آدم یک کمی زیاد و کم شوه، الا به طریقی که شریعت برات امر کرده. شریعت که امر کرده؟ سرپرست یتیم مال یتیم در مال خود یک جا کنه در صورتی که مال یتیم در ختم شدن است. او را در مضاربت پرته، در شرکت پرته، در کار پرته، تا که نشو نمو بکنه. دونو فرصت اختلاط مال یتیم قطعی تو جایز است. چرا تو اراده خوردن و ضایع کردن مال یتیم نداری، بلکه منظوری تیسته که مال یتیم افزایش پیدا کنه. در غیر از او مال یتیم قطعی خود یک جا نکن. برادر وفات کرده، برادر زاده باقی مانده خورده است، آلی تو قطعی خود در مال خود یک جای نکن. از مالش مصرف کرده رایستی مساوی ظلم میکنی. تو 7 هستی و 1 است. این رعایت ها در این وطن میشه. بیایه قرآن خو میگه که در مال یتیم نزدیک هم نشوی. چرا که خوردن مال یتیم خو آتش در شکم انداختن است. ملاها را سوال کنی، بگو شما که اسقاط میگیری زمانی که پدر با مجردی که مرده وفات بکنه اولین حقی که در ترکه و مال میت متعلق میشه چیست؟ اول حق بگو تکفیر و تجهیزش است. از اینمی پول و داراییش تکفیر و تجهیز شوه. بعد از او کدام چیز است؟ کدام حق است؟ قرض است. قرض دین ازی باید ادا شوه. بعد از او وصیتش از 3 حصه مال اجرا شوه. بعد از او ترکه میشه. تا آلی را مال تقسیم نشده، این یتیم داره، این ملا چطور اسقاط خورده رو ایسته؟ بگو بیار کتابی تا بکش که قبل از تقسیم مال آیا خیرات از این جایز است یا نه. این بیچاره یقین به الله بکنی دین نمیفهمه. اگر دین بفهمه یا میفهمه که آیا این حرام است یا حلال. ما دیگه این را قطعش بحث نمی کنیم که اسقاط مال دوره اسقاط جایز است یا نه. بانو را بگذار، امین مال که اینجا آورده و این امین مردکه وفات کرده، ورثه ازی باقی مانده، دین ازی باقی مانده، وصیت ازی باقی مانده، این تا آلی را هیچ کدامش اجرا نشده، به نام صدقه و خیرات از مال مشترک جایز است یا نه؟ کتابی تا بکش، فقط برای من سند بکش که از مال مشترک جایز است. تو امیره برم بکش. چطور خورده رو استی؟ قرآن برات میگه در مال یتیم نزدیک نشو. لیکن در وطن ما چون به قرآن علم نداره، در قرآن ننشستن، بهانه جور کردن مال یتیم خود خورده رو ایستن.
خانه ها برای ایتام جور شد، اولاد قماندانادش زندگی میکنه، مال یتیم است. قرآن کریم میگه در مال یتیم، وقتی که مال یتیمی ارزش داره، خود یتیم چقدر اهمیت داره، خود یتیم باید چقدر پاسداری شوه. امروز یتیم کی پاسداری میکنه؟ داری کدام دارالایتام؟ مردم افغانستان برای ما سند بده که فلانی حاجی صاحب دارالایتام داره. بله، دوستا و جوانایی که در ممالک خارج زندگی میکنه، نظر به معلوماتشان، نظر به جهانبینیشان که اونجا دیده که ملت ها متوجه کدام طایفه است. حالی دوستای ما در لندن زندگی میکنه، لیکن اینجا بگوی سرپرستی و کفالت ایتام در افغانستان میکنه، اما از خود تجار افغانستان یکیش یک مرکز برای یتیم نداره. بده برای من نشان بده. دنیای کفر میایه مؤسسه خیریه به نام خیریه پول جمع میکنه، اینجا دارالایتام جور میکنه. مردم ما میگه صدقه دارم، خیرات دارم. چی رقم خیرات داره؟ شکم پر کو، شکمی غریبا نه، شکمی مالدارا را پر کرده برو، این را خیرات میگه. ما ایران به این مانده که مفهوم خیرات میفهمه نه. ایتام ما کدام طرف روان است؟ چه قسم میشه؟ سرنوشت در کجا میرسه؟ قبلا نامی تحقیقات کردیم، این بحثا را گفتیم. دوم چیزی که در اینجا امر شد، امر به وفا به عهد بود، پیمان. سه قسم پیمان ما داریم. پیمان با الله، مامورات الله قط ما پیمان شده. وقتی تو اعتراف به کلمه لا اله الا الله کردی، کل مامورات الله را پذیرفتی، از منهیات تعهد کردی امرای الله که من کار منهی را نمیکنم، خلاص. این تعهد است، تعهد در بین تو و الله متعال. یکی تعهد در بین تو مخلوق الله است، یکی تعهد در بین تو و نفست است. این تعهدات میگه. عقد نکاح میکنی، تعهد شد. زن بدون وجه شرعی طلاق بدی، تو ملعون میگردی. اگر زن بدون وجه شرعی طلاق طلب کرد، او ملعون میگرده. چرا؟ تعهد است. در امی تعهد تو تعهد کردی که من پابند هستم، حقی تا میپردازم. شوهر مکلف است. آیت تقوای قرآن در اینجا ذکر میشه در خطبه. تمام امور زن باید تو مکمل پوره کنی، در حقش خیانت نکنی، رای کسی دیگری نگیری. تو تعهد کرده که حفاظت نفسم امرای اینمی زن میشه، اینمی قسم زن تعهد کرده امرای مرد. امروز ببینی کسی که در قرآن ننشسته زندگی چقدر خراب داره. یکی از دیگه در نفرت است، یکی از دیگه در گریز است و ما شما معلوم نمیشه. یک دفعه شما بری در حوزه ها، در محکمه ها بری که کدام داستانا شروع است در این وطن. علتش چیست؟ علتش چیست که یک روز به کتاب الله ننشستن، از دین خود معلومات نداره و میگه که دنیای نمیسته، هوا و هوس است، نمیره پورک و خلاص. ابی زندگی است، زندگی را نمیگه، تعهد خود پوره میکنی. این بسیار آیت جامع است. کل تعهدات. ما تعهد کردم دوره تفسیر میکنم، بعد بیایم به هر وجه که میشه. تعهد کردم امامت میکنم، امامت خود باید درست پوره کنم. تعهد کردم ما که اینی کار انجام میدم. یک مزدورکار که تو از صد چوک میاری تا بیگار تا 4 بجه کار میکنه، تعهد است. از طرف صاحب خانه و از طرف کارگر. صاحب خانه ظلم نمیکنه، حقش میپردازه، ولو مزدورکار هر رقم باشه. امروز بری از بلدینگکارا که بلدینگا را بلند میکنه، آسمان خراش جور میکنه، ولی بری فلسکار سوال کنی که چقدر پولش سرش باقی مونده، نداده، از زور کار گرفته. خوازبند هستی کنی، رنگمال هستی کنی، خشتوالار هستی کنی، دکاندار هستی کنی که همین جنابایی که آسمان خراش جور کرده حق مردم پوره کرده یا نه؟ نه. امو کسبگری که از صبح تا بیگار عرق ریخته، حق از او را خورده. چرا؟ تهدید کرده شه که دیگه اگر آمدی باز من خطت کار دارم، بندیت میکنم. این مردکم میگه که من مسلمان هستم. الله برات میگه تعهدی تا پوره کو. کارگر اگر صاحب خانه نباشه خیانت میکنه، قرار میشینه. تعهدی خود میده کرده، تعهد کردی تو مطابق وسع و توان تا 4 بجه کار کرده برو. کل امور نمی رقم چیست؟ تعهدات است. الله متعال میگه ان العهد کان مسئولا. تعهدات کلش از پیش سوال کرده میشه. نظام اجتماعی انسانیت، نظام اقتصادی انسانیت، نظام سیاسی انسانیت، کلش محورش اینمی تعهدات است. اعتبار اعتماد ما و شما تعهد است. من تعهد کردم اینی مال از پیشت بردم، یک ماه پولی تا میارم، خلاص باید بیارم. اگر ما تاکتی در مشکل روبرو نشدم نمیارم، تعهدی خدا میده کردم، این گناه کبیر است. الله متعال سوال میکنه. نظام دنیا به اینمی تعهدات روان است.
این العهد کان مسئولا، یقینا عهد پیمان که امرای کسی بسته ای هست مسئولا، در موردش سوال کرده میشه از تو پوره کردی تکمیل کردی یا نه که خیانت کردی. و اوفوا الکیل، پوره بدی شما پیمانه را. در کدام چیزایی که پیمانه میکنید، تیل است بلیتر، امی قسم از زمان سابق روغن ایگا پا کلش پیمانه بود، برنج جو گندم کلش با پیمانه منک میشد، منک اولی کیلو ایگا پا برآمد، در اون زمان پیمانه بود. الله متعال میگه پیمانه را پوره بدی، کم نکنی. کی؟ اذا کلتم، وقتی که پیمانه میکنی. وزنوا بالقسطاس المستقیم، سنجش کنی، وزن کنی به ترازویی که بالکل راست و درست باشه، کمی و نقصان دو نباشه، زیادت و کمی دو نباشه. هر چیزی که طول میکنی با وزن درست. یک جای بی میکنی میوره 120 میگه، دیگه جای میری 80 برد میگه، حیران میمانی که اینجا چطور ارزان است. زمانی که چارک میمانه میری سعی میکنی تو بالا میکنی چارک نیست. عجیب است. الله رحم بکنه. آنقدر خیانت، آنقدر غش، آنقدر دزدی در این وطن رواج شده که هیچ اعتماد باقی نمانده. الله رحم بکنه. علتش چیست؟ علت عقیده نداره به الله، عقیده نداره به آخرت، الله را نشناخته، صفات الله را نشناخته، اسلام خدا نشناخته. اینقدر گناه ها که شیوع پیدا کرده علتش همیست. به کتاب الله یک روز ننشستیم که کتاب الله چی برای ما میگه؟ قرآن برات میگه وزن میکنی با وزن درست وزن بکن، خیر است. زیاد هم ندی خود کم هم ندی. ذالک خیر و احسن تاویلا، هر سه امر وفا به عهد، پیمانه را پوره کردن، وزن درست کردن، خیر بهتر است، هم در دنیا هم در دینش هم در آخرتش هم در معاش و زندگیش. و احسن و خیلی بهتر است تاویلا، از روی عاقبت و انجام. هر کسی که عهد پوره میکنه، پیمانه را پوره میده، وزن درست سنجش میکنه، این بسیار برش بهتر است به اعتبار انجام. چرا؟ موقف اجتماعی بالا میره، مردم اعتماد سرت میکنه. روز فرا برسه که مردم تنها یک آواز میدی، ضرورت به 10 لک روپه داری، کس من نمیکنه از پیشید. چرا؟ اعتبارت پخته کرده ای. تاجری که اینمی تو راست میگه، پیمانه را درست میکنه، در نرخش تغییر و فریبکاری نیست. در یک کوچه میری، یک دکانداست لین است، مردم نوبت سریش نیست از طول کردن، از سودا دادن، دیگه دکاندار قرار نشسته. چرا؟ این چه فرق است؟ مردم ها تاویزا را آویزان میکنه، با تاویزای خرید و فروش نمیشه. این گپ غلط است. ملا همونطور پیسه تا نمیگیره جادوگرا. گپ دستری عزیزه که تو موقفش چه رقم است. واقعا استوار هستی، از عدالت کار میگیری یا نه؟ یعنی که از دهات آمده باز خوش آمستی که در جانش زدم، یکی بر 3 فروختم. جان نزن، خودگیت بیگانه. هر کس مسلمان میایه به عدالت قطش معامله بکن، بالکل واضح. در مال تقلب ایگا پا نباشه، باز میبینی که چی حالت، کدام موقف برات میاثر میشه. این گپی الله متعال است، من نمیگم. الله برکت میندازه. شاید زیاد سودا نکنی، کم سودا کرده باشی، امی فایده کمی توی امروز از سودا کردن زیادی همسایت کرده برات خود باشه. چرا؟ این کمی توی امروز هیچ نعوذ بالله کدام حادثه برات پیش نمیشه، اما همسایت زیاد فروخته، غلطی کرده، سعی میکنی که دخترش مریض شده، زنش مریض شده، دکان قلف میشه، در روز تا هندوستان هم میدوه. برکاتی طور نیست که همیشه آن چیزی که ظاهرا در دستت میاد همون برکت است. برکت ها برای خود علایده حقیقت داره، علایده صورت داره. یک روپس که تو را بسیار عزت و آبرویت نگاه میکنه، در یک موقعی که اگر همون روپا نمی بود آبرویت میریخت، همین روپا آبرویت میخره. یک روپا نه، 1 لک روپاست جای 1 روپا رو هم نمیگیره. انسان باید در مال خود خوب سنجش بکنه. یک مالی است که راستی در رمضان مبارک در کار خیر مصرف کردی، یک مالی است که قماندان آمد به زور سرت گفت این بیگا میمانت هستیم، خب میفهمی این آدم ظالم است، قمارباز است، شرابخور است، میاد سری تو لغت کده میخوره. این پیسه تمو طور میره و یک پیسه را که به رضا و رغبت خود در کار خیر داده، هر دو پیسه با ما هم زمین و آسمان فرق داره. علتش چیست؟ این پیسه به وجه اخلاص از راه حلال پیدا شده بود و پیسه دیگه از غلطی پیدا شده بود. راه هر چیز حلال راه خود حلال پیدا میکنه، حرام راه خود حرام پیدا میکنه. ولا تقف ما ليس لك به علم،
دنبال روی نکنی، ولا تخفو نروی تو ما از آن چیزی که لیس لک نیست برای تو بهی در مقابلی او چیز علم کدام دلیل، قول باشه یا فعل، عقیده باشه یا عمل، قضاوت باشه یا شهادت، تا که سند و دلیل نداشته باشی دنبالش نرو. هر چیزی که به مبنای گمان و خیال است دنبالش نرو تا که سند پیدا شود. سند که پیدا شد بعد از او عملی بکو، عمل نکنی تا که علم سند برات پیدا نشود. این آیت خیلی جامع است. انسان چه بکنه؟ شاهدی میدی، شاهدی را تا وقتی که سند نداشته باشی خود مشاهده نکردی چرا بودی؟ قضاوت میکنی تا که علم برات حاصل نشده که راستی حق عزیز یا ایسته، قطعا فیصله نکو، قول نکو، سخن نگو تا وقتی که سند برات پیدا نشده. دیروزی موضوع را براتان گفتیم در مورد محمد ابن عبدالوهاب. علم سند نداری و گپ گفته را ایستی، تهمت ناحق کلمه زندیق برش چی کرده؟ فتاوای شامی نسبت زندیق به ای کرده. من سخت خفه شدم که تو عالم بزرگ چرا اینطور نسبت کرده؟ از کجا؟ از کجا کدام سند پیدا کرده که تو نسبت زندیق برش بکنی یا ظالم و دل برش بگویی؟ در شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در بعضی کتابا ظالم و دل برش گفته. بسیار سخت است. سند نداری، علم نداری، چرا این گپا میزنی؟ امروز اگر ما دهن خدا بند کنیم به این آیت قرآن عمل کنیم بسیار گپای ما جور میشه. مردم هر چیز میگه فلانی اینطور است، فلانی اینطور است. سند نداری، علم نداری. ما در بعضی دوستای واقعا را قصه کردیم. آمده بودم برای کتاب خریدن در قصه خانی پشاور، در کتاب فروشی کتاب میخریدم. صاحب مکتبه مرا گفت که مورد شیخ الاسلام چی میگی؟ روزان براتان گفتم. ما گفتم او مجسمه است، نعوذ بالله، الله برام معافی کنه. ما گفتم او میگه که الله سر عرش نشسته پای خدا شور بده. گفت بکش، این کل کتابایش پیشم است، یک جای بکش. ما دیگه حالی خوب همونطور مردم گفته بود من گفتم، حالی دیگه خود سند نداشتم، تنازل کردم. ما گفتم او خو میگه که الله سر عرش است. گفتی خو عقیده اهل سنت والجماعت و عقیده امام ابو حنیفه رحمه الله است که تو به مذهبش هستی. در وقت محکم حنفی بودم. اینطور محکم حنفی بودم که فکر میکردم که می وحی آسمانی فقط مذهب حنفیت است، این کل مذاهب بالکل باطل است. همینطور فکر میکردم. خبر نبودم که نه، دین در یک مذهب منحصر نیست. دین یک عالم معصوم نیست که کل دین بیان کنه. بسیار خطاها در علما موجود است و دین عبارت از کتاب الله و سنت رسول الله است. دین قول امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم نیست. وقتی که اقوال خودشان دیدم که ما را توصیه چی کرده، فهمیدم که الله اکبر، ما را خو مردمی طور قید و بند بسته کرده. هنوز در بعضی فتاوا نوشته که اگر دیگه مذهب رفتی دوره زده بشی، حد سرت جاری میشه. دین روز بود، پری روز بود یک کسی آمده بود گفت، یک عالم میگه که کسی از یک مذهب در دیگه مذهب بره شما میگه سرتان حد جاری میشه. حد چی را میگه؟ جزای تثبیت شده از جانب کی؟ الله متعال. بکش سندیشه در کجاست؟ کی ما را مامور کرده که پشت امام مالک رحمه الله برم بده سندیشه، پشت امام شافعی رحمه الله برم، پشت امام ابو حنیفه رحمه الله یک سند بکشه که ما پشت از بریم؟ الله یا رسولش ما را امر کرده باشه بکش سند. پیغمبر خو میگه که ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی. خیر آلی اگر زیر رأی میروم چطور ما حد سرم جاری شود؟ بسیار حالت خراب بود. خو وقتی که شرح عقیدت الطحاویه را تاکد و ما مو عبارت خواندم تا آلی را در مدارس کتاب عقیده خوانده نمیشه. یقین بر الله بکنه. عقیدت الطحاویه کتاب مشهور اهل سنت والجماعت عالم حنفی نوشته کرده. در عربستان اینطور مدرسه نیست که خوانده نشه، اما در افغانستان وجود نداره. در افغانستان وجود نداره. گرمی خوبی از در پشاور زیاد بود، امی وجود ما کمال عرق شد دیگه. یک قدر خجالت کشیدم، یک قدر شرم شدم که پرسان نکو. تعهد کردم که دیگه بی سند بی دلیل باید گپ نزنم. سند باید داشته باشم. راست میگه. رفتم رساله شیخ الاسلام پیدا کردم کدام جای. زمانی که مطالعه کردم از الله خود استغفار طلب کردم که سخت جفا کردم در حقی طور عالمی برجسته. چرا ما اینطور گپا گفته؟ امروز کل گپا که خراب شده از چیسته تبلیغات خراب شده. تبلیغات خراب نکرده گپا را. هیاهوی از سر و صداست بدون از که ما علم و سند داشته باشیم. میگیم فلانی اینی رقم است. 1000 تهمت به ما بسته نمیشه، میگه یهودی هستند، نصرانی هستند. با کدام دلیل؟ با کدام سند؟
این کلمه را عادی ندان، خصوصا در رمضان مبارک. این تهمت کفر است، این نسبت کفر است به یک انسان کردن. یک آدم یهودی بگویی، نصرانی بگویی، کلمه کفر است. اینمی کلمه میره، اگر او یهودی نصرانی نباشه عود میکنه سری خودت. حدیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودت یهودی و نصرانی میگردی، خبرداری نه؟ اما مردم ما عادی اساتی، هر کس نسبت میکنه. تحقیق بکن. خوب عجیب است، عالم میگه میزنه، یک کسی دست عالم نگرفت که تو میگی که فلانی غلط است یا مثلا نظری غلط داره، یهودی نصاری است. خود تو عالم هستی، مسئولیتی تو از ما که بیشتر است. تو علم داری، از مفاسدش خبر داری. بیا که بریم دمی ترجمه میشینیم، هر جایی که غلط ترجمه کرد، غلط فرمان داد، مرا بگو علت کردنش در دوشی ما که ملت کنم شه. جنابی ملا صاحب حالی آمدم نمیتونی که اینجا الله برای دمی قدر موقع هم نداده، ولیکن به تهمت کردن خیلی چالاک هستی. یک گپ شنیدی در حق کسی تا تحقیق نکرده ای، صحت و دروغش برات معلوم نشده، گوی در مورد کسی فتوا ندی، در مورد کسی گپ نزنی. هر چیز به سند و به علم. ای آیت جامع آیت است. هر خودت در معامله شخصیت زمان عمل بکو که سند برات پیدا شود. عبادت الله را میکنی، اینی ثواب داره، سندش پیدا شود که ثواب داره یا نه، موجود است یا نه. در موبایل مسیجا میاد، بر کس میره حدیث های موضوعی را. پریروز یک مسیج برای ما آمده بود، یک حدیث موضوعی دور و دراز ذکر کرده بود. پس ما برای اون نوشته کردم که وقتی تحقیق حدیث نمیدانی، معلومات برات نیست، چی ضرورت است که به مردم روان میکنی؟ شیوع احادیث موضوعی را کرده رویستی، چرا این گپ میکنی؟ علم داشته باش، بعد از او به مردم بگو. پس برای من نوشته کرده بود که من نفهمیدم. که نمیفهمیدی چرا مسیج روان میکنی؟ مقام علم مقام فتوا است. کیست؟ مفتی بدون علم بدون دلیل به کسی فتوا داده نمیتونه، قضاوت نمیتونی. الله برات میگه ولا تقف ما لیس لك به علم. پیروی نکنی، نروی ما از آن چیزی که لیس لک نیست برای تو، بهی بالای چیز علم سند و دلیل نداری، قطعا نروی، پیروی از او نکنی. ان سمع و البصر. چرا؟ الله برات امکانات داده، اعضای داده که توسط از او تفکیک کرده میتونی که اینی چیز دلیل داره اینی نداره. الله چشم برای چی داده؟ گوش برای چی داده؟